امروز من هزاره با قاطعیت میگم خب به خدا قسم صدها لکها میلیون ها اشخاص های مثل از اینا رو در یک لنگ کفش قوم پشتون نمیدونم. میدونین قوم پشتونی ما در چی معروفه؟ دینمی که اگر دوستی کردم مردانگی دوستی میکنه، اگرم که زد تو را مردانه میزنه، از رو برویتن میزنه. خب اینو میر برایتان بگم به خدا قسم سایه قوم پشتونی ما در افغانستان اگر بالای سر ما نباشه، اگر شما به اندازه سرمه چشمتان اگر یک ذره خاک از او وطن نصیبتان شد، شما بیاید تو پرتین در صورت ما. آدمایی که ذاتشان خراب باشه، ترس که بالای سرشان نبود از کشور که برآمدن، این تر اشخاص میشن، تبدیل به جانور میشن. خود تیکه پاره که در هستن که اونم کشور تیکه تیکه کنن. خدا سر شاهد اینه. فروتن تو خدا سر شاهد هزاران لکها میلیون ها وطن فروش از خود فروخته به دنیا باید تازه میشه مثل الله نستوری. خود تو کسی است که حتی سر خانواده خود هم شاید معامله کنه. و تو ریش وهابی کلی که مانده خود یک نام ساده